در تالار خردی کاخ سودان شهر خوجند جلسه نوبتی شورای کار جوانان نزد رئیس شهر خوجند برگزار گردید. فردوس شریفزاده اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوجند رئیس شورای کار جوانان نزد رئیس شهر خوجند جلسه را افتتاح نموده حاضرین را با روزنامه آن آشنا ساخت. اطلاع داده شد که در شورا دو مسئله درباره رفت اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس شورای ملی کار جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان که ضمن برگزاری جلسه شورای ملی کار جوانان بیان گردند و تصدیق نقشه کاری شورای کار جوانان نزد رئیس شهر خوجند برای سال 2021 مورد بررسی قرار داده می شود. از روی مسئله اول درباره رفت اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس شورای ملی کار جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان که ضمن برگزاری جلسه شورای ملی کار جوانان بیان گردیدند مدیر بخش کار جوانان شهر خوجند عبدالواسط غفورov برآمد نموده از جمله افزود که در این سمت یک جای با ساختارهای دخلدار بهر اجرای نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر اوید به اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امالی رحمان چاره‌های عملی اندیشه شدند. واقعا هم جوانان قوه بزرگ و پیشبرنده جامعه به حساب رفته. شماره عمومی جوانان شهر خوجند در سال جاری به 61900 نفر رسید که از این مقدار 3900 نفری آنها را دختران تشکیل می‌دهند. اطلاع داده شد که با مقصد رساندن مضمون و ماهیت پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی حدود شهر، مکتب‌های ورزشی، کوچه و محله‌ها، مرکزهای سودا و قسم‌های نظامی ملاقات و واقعی‌ها، کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی و فهماندهی برگزار گردند که در هر یک چهاربینی از 150 تا 300 نفر جوانان و ساکنان فرا گرفته شدند. سپس اوید به مسئله مذکور مدیر شعبه کار جوانان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان میرزاجان میرزابویف، طبیب جوان از تولدخانه شهری خوجند فریده حسنزاده، دکترانت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی واجان غفورov شادمان نورماتov و گیرنده سپند پرزیدنتی فرنگیز عطاخوجایeva و دیگران برآمد نموده اندیشه‌های خویش را بیان داشتند. با مقصد تامین ثمراناکی کار شورا اعضای آن نقشه مشخص کاری را برای سال 2021 بعد بررسی تصدیق نمودند. فردوس شریفزاده اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوجند رئیس شورای کار جوانان نزد رئیس شهر خوجند جلسه را حسنی انجام بخشیده تاکید داشت که جوانان را لازم است که با استفاده از تمام امکانات و شرایطی که دولت و حکومت مملکت برایشان در تحصیل کار و فعالیت فراغت و بهداشت سطح زندگی آماده و پیشنهاد می‌نماید ثمرناک استفاده نموده پیش از همه سطح دانش و معرفت‌ناکی خود را بالا بردارند تشبثکار و سازنده باشند پیوسته در راه تشکل همطرفه و سالمی جسمانی و معنوی خود کوشش به خرج داده با جد و جهد کامل در راه درست تربیت به کمال رسند. در این روند لازم است که تمام هستی و نیروی جوانی خود را برای سعادت ملت و آبادی دیار روانه نمایند.